سلام، اینجا مجله هنری دژاووه. ما اینجاییم تا راجع به موضوعاتی صحبت کنیم که خیلی کمتر راجبش صحبت شده. موضوعاتی در رابطه با هنر، سینما و ادبیات. یکی از موضوعاتی که در ادبیات بهش خیلی علاقه‌مندم موضوع خاطره نویسی و یا اتوبیوگرافیه. نوشته هایی که نویسنده ها راجع به خودشون و ارتباطشون با پدر مادر و یا حتی فرزندانشون می نویسن و خیلی کتاب های زیادی هم در این زمینه هست، مثل کتاب نامه‌ای به پدر اثر کافکا، میاد در سپیده دم اثر رومنگاری و کتاب های دیگه که خیلی کتابای ناماشنایی هستن. اما این مدت من 3 کتاب خوندم که دست برقضا موضوع هر 3 کتاب در رابطه با ارتباط نویسنده ها با پدرشونه، یعنی روابط پدر و پسری، و خیلی برام جالب شد. گفتم که یک قسمت بسازم کلا در این رابطه صحبت کنیم، چون خوندن این کتابا یک چیزایی رو به من یادآوری کرد، یک سوالهایی رو در ذهن من ایجاد کرد، اینکه چقدر پدرمو میشناسم، چقدر خاطره دارم ازش، اصلا میدونم آرزوهای پدرم چیه یا نه، اصلا این خاطراتی که با هم داشتیم اکثرش خوب و باحال بوده یا خیلی غم انگیز بوده، از بچگی پدرم چه میدونم، از اینکه چه سختیایی رو دوشش بوده و کلا خیلی سوال در ذهن من ایجاد کرد خوندن این کتاب ها و برام جالب بود. گفتم بیام با شما در ارتباط بذارم، با شما در میون بذارم موضوعات این کتاب ها رو و راجبشون حرف بزنیم. پس با هم باشین تا این 3 کتابی که آوردم رو معرفی کنم و راجبشون صحبت کنیم. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم در این رابطه کتاب پدر حضانتی نوشته ون کولارد و به ترجمه خانم بنفشه فریس آبادیه، نشر چشمه. اول باید بگم که این کتاب یک اتوبیوگرافی کامله و خیلی جزئیات داره، یعنی اولش که شروع میکنین به خوندن ممکنه با خودتون بگین که این همه جزئیات برای چیه، ولی هر چقدر که پیش میرین و جلوتر میرین خیلی باش همزاد پنداری میکنین و با اینکه نویسنده این کتاب فرانسویه خیلی به ایرانیا نزدیک خاطراتی که با پدرش داشته و جالبه که اسم پدر حضانتی برای این کتاب انتخاب شده خیلی ربط داره به داستان این کتاب و داستان از اینجا شروع میشه که ون کولارد در بچگی وقتی که 7 سالش بوده پدرش تصادف میکنه و پاهاش دچار آسیب جدی میشه و یک روز که پدرش در بستر بیماری داره با مادرش صحبت میکنه میگه که اگه پاهای من خوب نشه من خودمو میکشم و دیگه نمیخوام زندگی کنم. ون کولارد که خیلی بچه بوده این مکالمه رو میشنوه و همونجا یه تصمیم میگیره، با خودش تصمیم میگیره که پدرش رو در ذهن و قلبش بکشه که اگه پدرش مرد برای این دیگه خیلی سنگین نباشه و این روزگار میگذره، پدرش خوب میشه، ولی اسم پدر حضانتی از این داستان میاد، از این قضیه میاد که پدرش رو میکشه و بعد که پدرش خوب میشه در ذهن خودش پدرش رو دوباره به حضانت میگیره و داستان از کودکی پدر تعریف میکنه تا ازدواجهای پدر، نحوه برخورد با خانواده، آرزوهایی که برای بچه هاش داره و کلن یک کولاژ کامل از روابط پدری و پسریه و من الان یه تیکش رو که خیلی دوست داشتم و کوتاه هم هست براتون میخونم که ببینید این کتاب هم این که چقدر خوب ترجمه شده، هم این که چقدر به احساسات ما ایرانی ها نزدیکه. یه جایی در کتاب پسر خطاب به پدرش که حالا دیگه در این دنیا نیست میگه که هرچند غیاب تو دردناک است و آزار دهنده، در جهانی که دیگر از لفاظی ها و صدای انفجار خنده های تو نمی لرزد، توانستی کاری کنی که تا امروز دلم برایت تنگ نشود. منظورم از دلتنگی از دست دادن قطعی و کامل است.
ببینید اینجا چقدر قشنگ مفهوم کلمه پدر حضانتی رو میرسونه. میخواد بگه که حالا که نیستی و رفتی، یادت هنوز با منه و من انگار دوباره تو رو به حضانت گرفتم، مثل همون بچگی که فکر کردم تو رو از دست دادم و گفتم حالا باشه، حالا که خوب شده دوباره به حضانتش میگیرم. و اینجا میخواد بگه که چون در ذهن و یاد من جا داری، دیگه دلیل نمیبینم که دلم برات تنگ بشه. دومین کتابی که میخوام راجبش صحبت کنم یک کتاب خیلی کم حجم هست، 51 صفحه است و اصلا فکرشو نمی کردم که یک کتاب 50 صفحه‌ای انقدر منو درگیر خودش کنه و یک بار دیگه بهم ثابت شد که حجم کتاب ها اصلا مهم نیست و مهم محتوای کتاب هاست. کتاب یک مرد معمولی نوشته ایو سیمون، ترجمه خانوم ها حمیده لطفینیا و رومینا طاهری، نشر هرمس. ایو سیمون نویسنده این کتاب فرانسویه و این اولین کتابش هست که در ایران ترجمه و چاپ شده. این کتاب راجع به رابطه خود نویسنده با پدرشه. در واقع میشه گفت واگویه های نویسنده راجع به پدرش. و چیزی که جالبه اینه که در کل کتاب نویسنده پدرش رو با ضمیر تو خطاب میکنه و از کودکی سختی که داشتن میگه، اینکه در فقر بودن و پدرش خیلی برای بهبود زندگیشون تلاش میکرده. یک جاهای پدرش رو مقصر میدونه، یک جاهایی بهش حق میده و جالبه که من هر صفحه‌ای رو که میخوندم انقدر جملات زیبا بود که تقریبا کل صفحات رو هایلایت کردم و ترجمه هم خیلی روان بود، خیلی ترجمه خوبی بود، شاید اونم بی تاثیر نبوده. یک جایی در کتاب هست که نویسنده خیلی زیبا احساساتش رو راجع به پدرش بیان میکنه. میگه که تو بودی که به من گرانبهاترین هدیه ها را بخشیدی، بی آنکه هرگز انتظار جبران داشته باشی. وجودم را با عشقی غریزی در بر گرفتی که تنها با رفتارت نشان میدادی. تو بودی که برایم این بستر احساسی شکست ناپذیر را فراهم کردی که من را در مقابل تمام ناخوشی های روح، اندوه و دلمردگی ایمن میکرد. و یک جایی هم در کتاب، اینم باز مثل کتاب قبلی، خطاب به پدرش که دیگه نیست، خیلی زیبا و غمگین می نویسه که چیزهایی را برایت می نویسم که به دستت نمی رسند، پس بر آسمان می نویسمشان، بر زمین، بر اتمهای اکسیژنی که با هم آنها را نفس می کشیدیم و اکنون در جهان پرسه می زنند، در جهانی که من هنوز در آن زندگی می کنم و تو دیگر نه. خیلی برام جالبه که همیشه نقش مادرها در ادبیات مهمه، اما این کتاب ها به من نشون داد که مردها هم چقدر میتونن احساسات داشته باشن و خطاب به والدینشون چقدر زیبا بنویسن. واقعا این کتاب 50 صفحه‌ای خیلی 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 بیشتر از بقیه اون دوتا کتاب منو تحت تاثیر قرار داد. امیدوارم که شما هم بخونید و زیر همین پست نظرتون رو راجبش بگید. آخرین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم کتاب سرشار زندگی، نوشته جان فانته، ترجمه محمد رضا شکاری، نشر اسم. اول از همه یک چیزی راجع به جان فانته که نویسنده محبوب خودم هم هست بگم که جان فانته از اون نویسنده‌های خیلی بد شانس بوده که بعد از مرگش تازه مشهور شده. اونم خیلی اتفاقی. چطوری؟ حالا یه روز چارلز بوکوفسکی معروف و مشهور میره یک کتابخونه‌ای در لس آنجلس و اتفاقی یک کتابی رو میخونه که کتاب جان فانته بوده، یکی از کتاب‌های جان فانته بوده و با خودش میگه این کتاب به این قشنگی و این قلم به این زیبایی چطور فقط یک بار منتشر شده و دستور میده که این کتاب رو دوباره
دوباره در نوبت چاپ قرار بدن و خیلی خیلی از اون به بعد کتاب مشهور میشه. انگار ارزش این کتاب بعد از مرگ نویسنده تازه مشخص میشه و جالبه که بوکوفسکی خودش یک جایی گفته که جان فانته خدای منه. حالا دیگه ببینید که نوشته‌های جان فانته چطوریه که بوکوفسکی بهش میگه خدای من. کتاب سرشار زندگی همینجور که از اسمش پیداست پر از حس خوب زندگیه. حالا خوب نه به اون معنا که همیشه همه چیز گل و بلبله، مشخصا یک زندگی عادی و نرمال، زندگی که غم داره، شادی داره، کینه داره، لذت داره، همه اینها با هم. و داستان کتاب از اونجا شروع میشه که جان فانته، این کتاب راجع به زندگی خود جان فانته است. جان فانته که یک ایتالیایی بوده، یعنی اصلش ایتالیایی بوده، در آمریکا زندگی میکنه و همسرش بارداره و همسرش یک سری ویارهای خیلی خاص داره. مثلا اینکه دوران بارداری همسرش خیلی مذهبی میشه. همینطور که رو جلد کتابم میبینید تصویر یک زن بارداره که صلیب به گردنش انداخته و اول قبل از اینکه پدر نویسنده وارد داستان بشه میاد سختی‌های دوران بارداری رو از دید یک مرد نشون میده. اینکه یک مرد باید چقدر از خود گذشتگی داشته باشه و یک جورهای تقدیسگرایی مادر رو زیر سوال میبره که درسته که مادر بچه رو حمل میکنه ولی پدر هم یک سری وظایف داره و پدر هم در 9 ماه بارداری خیلی از نظرها باید خودش رو آماده کنه و خیلی ترس ها در وجودش هست. اینکه آیا میتونه از پس زندگی بر بیاد، آیا میتونه بچه رو اونجور که باید تربیت کنه. پس یه بخشی از کتاب راجع به نگرانی های نویسنده که شخصیت اصلی این کتاب هم هست راجع به پدر شدنه. بعد قضیه پیش میره، یک جایی آشپزخونه خونه جان فانته خراب میشه و به خاطر اینکه خیلی خرج نکنه، هزینه ها بالا نره، میره دنبال پدرش که بیاره و خونه رو تعمیر کنه. حالا پدرش کیه؟ که در کتاب‌های دیگه هم جان فانته از خانواده‌اش خیلی صحبت کرده. این یه پدر خیلی معروفه تو داستان‌های جان فانته. پدرش رو میره از یک روستایی دورتر با قطار میاره به خونه. حالا بماند که چه جریان‌هایی پیش میاد داخل قطار و پدرش چجور آدمیه. پدرش یک کشاورزه که عقاید سنتی داره، یک ایتالیایی اصیل که در آمریکا زندگی میکنه و مثل همه پیرمردها خیلی ساده دله و زود قهر میکنه و ناراحت میشه، اما خیلی هم به خودش باور داره و میگه آره اونجوری که من میگم راه درست تربیته. و یک جایی با نویسنده قهر میکنه و میخواد برگرده خونه خودش و نویسنده میره دنبالش. اینجا یکی از جاهای خیلی خیلی قشنگ داستانه و نویسنده میره دنبال پدرش و پدرش رو پیدا میکنه و خیلی خیلی قشنگ توضیح میده که از دید یک فرزند پدر در پیری چطوریه. میگه که پیدایش کردم و زدم زیر گریه. روی نیمکتی در بلوار نشسته بود. توی یک ایستگاه اتوبوس ساک ابزارآلات و چمدان‌های طناب پیچ شده‌اش کنارش بود. نشسته بود یک گوشه. پیرمردی با دارایی درب و داغانش بی هیچ امیدی نشسته بود. خسته از شهری بزرگ کنار ردیفی از ماشین‌ها. امواج مونوکسید صورت خسته‌اش را پوشانده بود. آره گریه کردم. میخواستم بزنم روی سینه‌ام و بگویم اشتباه از من بود، اشتباه از من بود. چون رقت انگیزی پیری را دیدم، تنهایی سالیان آخر عمر را، بابایم را، بابای پیرم، دهقانی اهل جای دوری چون آبروتزی روی نیمکت نشسته بود و در جهان تنها بود. خب اینم از کتاب سرشار زندگی و قصه پدرها و پسرها. شاید خوندن این کتاب‌ها به ما یک حسی رو القا کنه، حسی که
قدر پدرهامون رو بیشتر بدونیم و حالا این برداشت منه که اگه اشتباهی هم در زندگی ازشون سر زده به خاطر این بوده که اونها هم گذشته متفاوتی داشتن، تصوراتشون از زندگی خیلی با ما متفاوت بوده و اونها هم اولین بار بوده که زندگی میکردن. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. اگه نقدی انتقادی هست حتما کامنت کنین که در قسمت‌های دیگه اشتباهات دیگه پیش نیاد. ممنون که با من بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.